دنیا. یک همسایه بیچاره چند وقت شد که در همین بیمارخانه بستری هست و هیچ وقت نمیابم که یک بار رفته همان همسایه عیادت کنم. کار دنیا تمام نمیشد است. همین روز شنبه و یک تا عبید کار بینمو، بعد از نصف روزی رفته عیادتی همین موسفید کرد. خصلت خوب انسانی همین که با عیادتی بیمار رفتن در کار. موسفید چی میخورده باشد؟ نمیدانم در این سن و سال چی گیرم برای موسفید. پیداکو والا سیب ارزان بید. السلام والا علیکم. بودرینگ ارزان بید مرحمت. السلام علیکم. بید مرحمت. شابه بودرینگ؟ بودرینگ 3 سومون. آفرین. برای شما. انا اینش 4 سومون. رحمت. این زردالو اینش لالمی، اینش اوبی. مرحمت. والا این گرمخانه این. این گرخونه این. ولی چی؟ زردالو چی؟ زردالو 8 سومون. برای شما. گیلوس 10 سومون. مرحمت. این خزنه چی؟ خزنه این 12 سومون. برای شما ارزون کرمید. چند کیلومتر؟ 2 کیلومتر برای بیمار ببریم. مرحمت. منا سیب داریم. سیب شنبه. نوک داریم. منا سیب شنبه. سیب 10 سومون. سیب داریم. منا انگور داریم. انگور. کدومش کیم؟ مرحمت. همش میوه های تر. ماندارین چیه؟ ارزون کردیم. ارزون. رحمت شما باور کنید که پیش قیمت بود. حرکتی ما همین ارزونی شود. ارزونی کرد شده میشه مردم گیرد. بسیار ارزون. رحمت همین آباد. رحمت شما که همین ارزونی شود اگر برای مردم یک بهبودی میشه. همه حرکتی ما همین است. رحمت. اخیراً گوش کنید، من برای بیمار گرفتنم در کار. یک سوال. خوب برادر. همین بیمار زردالو چیکار میکنه؟ ها؟ یا که گیلاس. اگه دست خالی نزد بیمار رفتن خیلی خوب نیست اگه. برای همین یه چی گرفته برید. من در این کدوم میشه خواهید؟ همین. گوش کنید. اون معقول نشد مرحمت. بازار کلان چرخ زنید من دیدید؟ آبادکاری‌ها دیدید؟ من خیلی آبادکاری‌ها شد. مرحمت. کدومش معقول؟ یک چرخ زده بازار تماشا کرده بید؟ ما همین جنده. مالش. فقط خودم گرید نگیر. مرحمت. چرخ رحمت شما. رحمت به رحمت. ارزون بسیار ارزون. چرخ زده. اون طرف چرخ زده بید. و پیش خودم بید. شاشی تورا مرام. شاشی تورا مرام. سلام علیکم. و علیکم السلام. نده درسته. این شاشی شرقل گوشتی؟ شاشی 4 سوم. نباشد باز من رفته کم خرید میکنم، بعد آمده اصلا 4 تا شاشلیک برای بیمار بگیرم. 4 تا گوشت یک. 2 گوشت 2 قیمه. اومده است. سلام علیکم. نازل. این نوش اینجا. این نو سرطبی اقسام نو سرطبی. این یک این دو. یک تا بیمار داریم. من خود آمده دارم. خدا چه نیست کرده؟ نه؟ خدا خواهد نغز می شوید. انا حاضر نه. یعنی به
همین توجه من یک دو روز زنید که احوالشون باز بهتر شود. دهن دهنم فقط خواب میشنه دهن خدا خواهد توجه احوالتون نقش رسیده است. رحمت خدا خواهد شما خدا دولت میتید خدمت پیرا میکنید. خدا خواهد شما خدا دولت میتید. همین نمناکی در وجودم کم است بچم. همون گرد اطراف همون احوال ما آب کمی داشت و از صبح همون به آبی همون محل همون باشد که در وجودم نم گویا که نباشد. خودم خیلی خوب است میکنم. خدا خواهد توجه شما بهتر میشوید. السلام علیکم همسایه. شما در اینجا بودید؟ من کوفته گشتیم. السلام علیکم. نه این معذرت تینجی نازل. انا دادرم خون ناس خود تینجی. بسم الله الرحمن الرحیم. همسایه من کوفته گشتیم. شما در اینجا بودید؟ دیگر تینج کنی آمین شفای بیماران. الله اکبر. چشمو اول ما گفتم برای این دیانم همه چکر میگذرونن همه وجودم نام نشن تمام نم بدنم قاق شده دهن قاق میشه. دهن نمناکی به آبی. شما همسایه سهما در کنیلی سه؟ بچم هم نمناکی نیست در وجودم نم نیست. اونجا آب کمی دیا. انا جان هیچ گم نیست. خصلت های نیک انسانی عیادتی بیمار. البته وقتی که آدم سر و بالین بیماری موند باید که نزدیکان همسایه ها آمدن همین عیادت کردنشان لازم. خصلتی نیک آدم و آدمگری مهر و محبت انا آمدن دیدن بیمار را. اکنون وقتی که انسان در همین حالت اگر نبیاد نزدیک نبیند همسایه را نبیند این خصلتی بدترین انسان باید که شما فرق کنید با شما دونید. ها همسایه؟ برای چی کم نمیزنید؟ با شما هم یکان چیز بودید آخیر درباره خصلت‌های شما موسفید، درباره خصلت‌های نیک انسانی، درباره خصلت‌های بد انسانی. همین جوانای ما باید تربیت کنیم باید اینها فهمن آخیر. چه خوب گفتید درباره خصلت‌های خوب انسانی سخن‌های خوب گفتید. همه گفته آدم خصلت‌های بهترین انسانی همه گفتگی‌های شما. رحمت همسایه بسیار خوب است. اکنون شما درباره خصلت‌های بد انسانی گفتید از دهان شما همین جوانا شنونها با اصلاح شوند. انا بچم یکی از خصلت‌های بد انسانی این به عیادت بیمار دستی خالی آمدن